أشهد أن لا إله إلا الله. چاه زمزم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بهترین آب روی زمین آب زمزم است. این آب غذای گرسنگان و شفای بیماران است. چاه زمزم در نزدیکی کعبه مشرفه واقع شده است. ارتفاع چاه از دهانه تا عمق آن 30 متر است که از این ارتفاع 13 متر فاصله سطح آب تا دهانه چاه و 17 متر فاصله چشمه های چاه تا عمق آن است. در دوران حکومت سعودی چاه زمزم و توزیع آبهان شاهد شکوفایی و تحولات چشمگیر و بی سابقه‌ای بوده است. مسئولین کشور توجه ویژه‌ای به این چاه و آب آن داشتند که اهتمام به چاه و فراهم کردن ابزار و وسایل لازم برای توزیع آب آن در میان زائران مسجد الحرام و دیگر مسلمانان جهان بخشی از این توجه ویژه است. این آب به راحتی و از راه‌های مختلف با 2 دمای خنک و عادی در میان زائران مسجد الحرام توزیع می شود و لیوان‌های یک بار مصرف مخصوصی برای آن در نظر گرفته شده است. همچنین اداره کل امور مسجد الحرام و مسجد نبوی بر روند توزیع آب زمزم، نظافت کلمنها، چرخهای حمل و نقل آب و رعایت بهداشت کارکنان بخش توزیع آب زمزم نظارت می کند. در قسمت‌های مختلف مسجد الحرام آب زمزم کافی جهت استفاده زائران قرار داده شده که در ایام حج و رمضان این روند افزایش یافته و بخش‌های گسترده‌تری را در بر می‌گیرد. علاوه بر این اداره امور آب زمزم مسجد الحرام تلاش می‌کند تا جهت آسایش بیشتر زائران بیت الله الحرام آب زمزم را از طریق کوله پشتی‌های مخصوص به دست زائران برساند. آمار و اطلاعاتی درباره آب زمزم مسجد الحرام: در صحن طواف مسجد الحرام بیش از 300 شیر آب زمزم برای استفاده زائران وجود دارد. در محل طواف بیش از 150 کلبن فایبرگلاس حاوی آب زمزم سرد نیز موجود است. روزانه حدود 250,000 لیتر آب زمزم در 600 منطقه مخصوص نوشیدن این آب در مسجد الحرام مصرف می شود. در مسجد الحرام بیش از 3000 شیر آب زمزم وجود دارد. تعداد کلمن‌هایی که در مسجد الحرام برای توزیع آب زمزم استفاده می شود بیش از 3600 کلمن است. برای اطمینان حاصل کردن از پاکی و بهداشت آب زمزم موجود در حرم تا به حال بیش از 4000 بار از این آب نمونه برداری شده است. تعداد لیوان‌های آب زمزم مصرف شده در مسجد الحرام طی 1 سال گذشته 827 میلیون لیوان بوده است. سایبان‌های مخصوصی برای مناطق پر کردن آب زمزم در صحن طواف و محوطه‌های بیرونی مسجد الحرام و مسجد نبوی شریف تدارک دیده شده است. اداره کل امور مسجد الحرام و مسجد نبوی شریف متعهد شده که با کمک سیستمی متکامل تمامی تلاش خود را برای خدمت به حاجیان و عمره‌گزاران به کار بندد تا عبادت‌های خود را
در آرامش و آسایش کامل و به بهترین وجه ممکن به انجام رسانند و از الله متعال اجابت دعایشان را طلب کنند و خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود را نیز در دعای خود یاد نمایند. أشهد أن لا